در روزگاران قدیم در یکی از روستاهای کهن ایران مردی ساده زندگی می‌کرد. او با خرش روزگار می‌گذراند. به زمین‌های کشاورزی می‌رفت، بار می‌برد و با سختی اما با دل خوش زندگی می‌کرد. در همان روستا مردی حیله‌گر زندگی می‌کرد که همیشه به دنبال راهی برای فریب دیگران و به دست آوردن پول بود. او روزها در بازار پرسه می‌زد و نقشه‌های تازه‌ای برای کلاهبرداری می‌کشید. مرد حیله‌گر با تظاهر به دوستی سر صحبت را در قهوه‌خانه با مرد ساده دل باز کرد. وانمود کرد که از قدرتی اسرارآمیز برخوردار است. جادویی که می‌تواند انسان را به خر و خر را به انسان تبدیل کند. مرد ساده دل که قلبی ساده و ذهنی بی‌آلایش داشت، فریبی ادعا را خورد و کیسه کوچکش را که حسن با زحمت بود به امید معجزه به دست مرد حیله‌گر سپرد. مرد ساده دل که رویای داشتن یک یار انسانی را در سر می‌پروراند، با شوق و ذوق کیسه کوچک پولش را بیرون آورد و به مرد حیله‌گر داد. آن شب مرد ساده دل تمام امیدش را درون آن شیشه کوچک دید. او موضوع را در آب خر ریخت و منتظر ماند. اما خر همان خر ماند. صبح روز بعد مرد ساده دل با چهره برافروخته به میدان روستا رفت تا حق خود را پس بگیرد. مرد حیله‌گر که همچنان نقش بازی می‌کرد و اون سردی لبخند زد و در پاسخ گفت پس خر خودتی. و با همین جمله از میان جمعیت دور شد و مردم با حیرت و پوزخند تنها نظاره‌گر بودند. چرا هنوز از اصطلاح خر خودکی استفاده می‌کنیم؟ در حقیقت این داستان نشان دهنده یه نوعی فریبکاری است که در آن فرد حیله‌گر وقتی نقشش بنا می‌شود با زبانی بازیگوشانه تفسیر را به گردن قربانی خودش می‌اندازد. این اصطلاح به معنی این است که فردی فریب یک دروغ خورده و حالا خودش را مؤثر اصلی می‌گیرد. این مفهوم در موقعیت‌های مختلفی استفاده می‌شود، مخصوصا زمانی که فردی پس از اعتماد بیجا متوجه فریب خوردن خود می‌شود. در بسیاری از فرهنگ‌ها اصطلاحات مشابهی وجود دارد. برای مثال در فرهنگ غربی عبارت مانند you play it yourself به معنای مشابهی به کار می‌رود. اما این داستان تنها یک حکایت خنده‌دار نیست، بلکه درس مهمی برای ما دارد. اعتماد چیزی با ارزش است، اما اعتماد کورکورانه می‌تواند ما را در معرض فریب قرار دهد. این داستان به ما یادآوری می‌کند که قبل از باور کردن هر چیزی باید عقل و منطق خود را به کار گیریم. حالا شما رو بگویید، آیا تا به حال کسی را دیده‌اید که خودش رو فریب و در نهایت خر خودش باشد؟ نظرتان رو در کامنت‌ها بنویسید.